خب آموزش امروزمون این کلاهه. نگاه کنید از اینجا این یه تیکه که تو آموزش بهتون نشون میدم اندازشو نیم پایه بافته شده، از اینجا تا پایین که هر اندازه که میخوای ارتفاع کلاه باشه چیز پایه کوتاهه. خیلی قشنگ، خیلی شیک. مطمئنم که خوشتون میاد. بعد من پشت کلاه هم نشون بدم توی زاویه مماثلت. کافیه تکون نخور. ببینید. درود به همه شما دوستان نازنین. امیدوارم که حال دلتون خیلی خوب باشه. به کانال بافتنی خودتون خیلی خوش اومدید. اول آموزش دیگه نشون دادم مدل کلاهمونو. نخی که میخوام استفاده کنم نخ ایرانیه به اسم پاندا. نگاه کنید 100 متر 100 درهم با 150 متر. ایرانی هم هستش ولی واقعا عالیه کیفیتش. قلاب و میلی هم که میخوایم استفاده کنیم ببینید مناسبش همین برچسب. روی برچسب همیشه روی نخا می نویسن که مناسب این نخ چه شماره چه قلابی. شماره قلاب و شماره میل 5 و 6 شما میتونید با شماره 5 یا 6 ببافین با این نخ. اینم نخمون دیگه. از نمای نزدیک گفتم نشون بدم بهتون. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. اول فیلم بعد بریم برای آموزش. شروع میکنیم. یه دونه گره میزنیم به این حالت. مجدد ببینید حلقه رو دیدی؟ یه حلقه نخو میندازیم پشت حلقه، اینجوری میکشیم قلاب داخل حلقه. به اندازه 28 سانتی متر زنجیره میزنیم. زنجیره زدن بهتون هفته گذشته برات آموزش دادم. شل بگیرید 2 3 4 5. خب دوستان عزیز یادم هم رفته بگم قلاب من شماره 6 ها. من یه اندازه بافتم. تقریبا زیاد چیز نمیم 29 سانت. ببینید بیارم جلوتر. ببینید این حالت از ابتدای کار میذاریم تا اینجا. نگاه کنید رو 30 هم نیست، رو 29. در اصل میشه 28 سانتی متر چون یه زنجیره رو جا میذاریم میایم روی زنجیره دوم توی رژه دوم. پس تا 29 بافته میشه، زنجیره زده میشه تا 28 شروع میشه. الان بهتون نشون میدم که 29 و 28. خب دوستان عزیز حالا من اینقدر بافتم، بستگی داره به نخ و قلابی که دارین استفاده میکنین. شاید نختون نازکتر باشه. من تو این مقدار 45 تا دونه سر انداختم تو این اندازه، تو این ضخامت نخ. اگه نخ شما نازکتر بود حتما بیشتر میشه، 60 70 شاید بیشتر. اندازه رو که گفتم میگم یعنی دیگه خیالتون راحت باشه، شاید نخا فرق بکن. خب دوستان عزیز زنجیره اولی رو کار نداریم، کار برمیگردونیم. نگاه کنیم پشت کار رو میبافیم. گفتم 29 تا 29 بود، 29 سانت بود. خب میاد رو 28 به این حال. به خاطر همینه میام یه دونه پایین. نگاه کنیم پشت، از پشت اینجوری دونه ها رو میگیریم به این حالت.
میبافیم پای کوتاه هم میشه. دیدین؟ خیلی راحت. از پشت کار همه دونه ها رو میبافیم کلا جوری از پشت. با روی زنجیر کار نداریم تا جایی که مقدار بمونه دیگه برای کش باف. حالا ببینیم چقدر میشه. خب من اینقدر بافتم، نگاه کنید به این اندازه موند برای نیم بافت که نشون بدم اینجا فرق میکنه بافت این بر. تا 22 سانت ما پای کوتاه زدیم، 4.5 سانت هم میخوایم نیم پایه بزنیم. نیم پایه هم مثل این بری از پشت کار بافته میشه. فقط به این حالت دقت کنید. دوباره دونه ها رو از پشت برمیداریم دیگه، نخو نمیندازیم ها. ببینید به این حالت. یک، ببینید 4.5 سانت چند تا دونه است؟ 2 3 زنجیره رو شل بردارید. اینجوری راحت میتونید دونه ها رو برد. 4 چند تا شد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و آخرین دونه میشه 10. برای برگشت یه زنجیره میزنیم از این طرف، نه برای برگشت به این حالت برمیگردیم. زنجیره اولی کار نداریم، میریم رو زنجیره دومی. پس 10 تا دونه بود. ببین دونه ها رو از پشت برداشتیم. یکی، ببینید 2 تا 3 4 5 شل سفت برداشتم. 6 7 8 9 و 10. ببینید حالا تا اینجا انتها پای کوتاه میزنیم. باز دوباره دونه ها رو از پشت کار برمیداریم. 1 2 3. دوستان عزیز به شمارش های من دقت نکنید. اگه از این نخ مارکی که گفتم خریدیم به این شماره ها دونه هایی که میگم و ببافیم، و اگه نختون نازک بود اندازه هایی که بهتون میگم و ببافین. ارتفاعش و کشباف پایین و کشباف بالا رو ببافین.
دونه آخری یه زنجیره میزنیم، برمیگردیم مجدد پای کوتاه میزنیم از پشت کار، از این پشت خب دوستان عزیز بهتون گفتم دیگه، ببینید تا اینجا پای کوتاه میزنیم و تا اینجا پای نیم پای کوتاه، یه جور پای بسته دیگه بهتون نشون دادم. رفت و برگشته میبافیم، من کامل شدهشو بهتون نشون دادم. ببینید اینجوری باز کنم، کشباف دیدین؟ اندازه بگیرم، بازش کرده بودم دوباره جمع کنم. اندازه های دقیق از اینجا تا اینجای بافتمون 43 سانتی متره، یا 43 سانتی متر. ارتفاع بافتمون درست 28 سانتی متر. کشباف بالایی درست نگاه کن، سر بزنید 5 سانتی متر. یه بار دیگه درست اینجا 5، نزدیک 5.5. یه اندازه های دقیق دارم بهتون میگم. از اینجا تا اینجا 22. خب حالا کارمون رو فیکس کنیم. خب اینجایی که چیز کرده بودیم رو باز کنیم. یه گره زده بودیم. نخ اضافه که میبینید نخ کم آوردم، تا اینجا یک کلاف بود دیگه، یه ذره اضافه کرد. حالا تو اتمام کار اینا رو تمیز کاری میکنم. برای فیکس کردن کوک زدن کلاه ببینید این ور، خب باید اینجوری که میبینید از این ور، نه چپ دست نیستیم راست دستیم. خب یه دونه قلابمون که شماره 6 بود، من میخوام با قلاب شماره 3 حالا کوچیکی نمیشه، با قلاب شماره 5 دو طرف هست دیگه، با شماره قلاب 5 کوک بزنم. کوک زدن کلاه همونم به این صورتی که نگاه کنید از روبرو زر بکشم جلو، ببینید از روبرو زنجیره روبروی من این نگاه کنید، نخو میندازیم سر قلاب از اینجا ردش بکن. دیدی؟
میای 2 تا، یعنی یه زنجیره رو میگیریم. بعد از زنجیره، ببین اینجا زنجیره رو کامل نمیگیریم داخل قلاب، به این حالت از پشت دونه زنجیره دونه رو میگیریم داخل قلاب، درش میاریم، بعد به این حالت کوک میزنیم. بعدی زنجیره داخل قلاب، زنجیره روبرویی، اینو نمیگیریم ما، این ببین به این حالت همزمان کشیدم، بعد به این حالت کوک میزنیم. من یه 10 تا دونه میخوام اینجوری کوک بزنم که چند تا شد؟ 1 2 3 تا حالا زدیم، تا حالا 3 تا زدیم، یکی که حساب نمی کنیم اولی 3 تا. مجدد میام بغلیش، بعد دونه روبرویی همزمان میکشیم، بعد به این حالت مجدد دونه بغلی همزمان دونه روبرویی به این حالت، به این صورت دونه رو در میاریم از این خونه. هفت، هشت، نو، و 10. ببینید 10 تا دونه من کوک زدم. نگاه کنید پشت کار رو، اصلا مشخص نیست، دیدی؟ من کار برمیگردونم، نگاه کنید به این صورت. شما میتونید بیشتر یا کمتر خط تای کلاه که میخوام تا بزنم، حالا تموم شد بهتون نشون میدم. ببینید میام اینجا درست. دونم کجاست اینهاش، میکشیم در میاریم دونه رو، یه دونه زنجیره میزنیم، بعد دوباره کوک میزنیم. ای بابا، زنجیره کناری با زنجیره روبرویی
زنجیره دوباره زنجیره بغلی یا همون کناری با زنجیره روبروی شور شد. هر دوتاشو میگیریم کنار هم دیگه که چفت هم بشه. زنجیره کناری با زنجیره روبروی تا اینجا. از اینجا تا اینجا به این حالت کوک میزنیم، برمیگردیم. تموم شد. حالا سوزن مخصوص قلاب بافی نخو رد میکنی و به این حالت جمعش میکنی. حواستون باشه نه بره ها، چون نگاه کنی اینقدر زیاد نکشین که گره میزنیم. اینم از آموزش امروزمون. امیدوارم که لذت برده باشین. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو دنبال کنید، زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنید تا از آموزش‌های جدید من مطلع بشین. اگه دوست داشتین اگه دوست نداشتین که دیگه هیچ.
نظری، انتقادی، پیشنهادی هم داشتین توی بخش نظرات برام بنویسید که حتما همشو میخونم و کلی هم خوشحال میشم. خب روی سرم خیلی قشنگه. شما رو تا آموزش بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.